یک مادر فقیر بود که 4 دختر داشت و هیچ کدام هنوز ازدواج نکرده بودند. روزی دختر بزرگترش مریض شد و مادر او را به پزشک برد. پزشک گفت که دخترش باردار است. وقتی مادر این خبر را شنید، اشک در چشمانش جمع شد و دخترش را گرفت و به خانه برد. در راه برگشت، مادر خیلی ناراحت و گریه کنان بود. وقتی به خانه رسیدن، نشست و از دخترش خواست تا بگوید چه کسی با او این کار را کرده و چطور این اتفاق افتاده. دخترش که از شدت گریه حالش بد شده بود، گفت: مادر جان، من هیچ کاری نکردم و اصلا نمیدانم این بچه از کجا آمده. به خدا قسم من هیچ کس را نمیشناسم و هیچ وقت چنین کاری نکردم. من از خدا میترسم و نمیدانم چطور این اتفاق افتاده. با گذشت زمان شکم دختر بزرگتر شروع به بزرگتر شدن کرد. بعد از چند روز دختر کوچکترش شروع به گریه و شکایت از درد شکم کرد. مادر او را به پزشک برد و پزشک گفت او نیز باردار است. مادر از شنیدن این خبر شوکه شد و قلبش تقریباً از کار ایستاد. او دخترش را به خانه برد و همانطور که با دختر اولیش برخورد کرده بود، با دختر دومش هم شدیداً برخورد کرد و او را کتک زد. دخترش دوباره همان حرفها را تکرار کرد و گفت: مادر، من هیچ کاری نکردم و نمیدانم این اتفاق چطور افتاده. ما هیچ وقت از خانه بیرون نمی رویم. مادر که گیج و پریشان شده بود، به این فکر کرد که چه کسی می تواند با دخترانش این کار را کرده باشد، چون هیچ کدام از خانه بیرون نمی رفتند. او گفت: امورم را به خدا می سپارم. چند روز بعد همان اتفاق برای دختر سومش هم افتاد و سپس برای دختر چهارمش که فقط 15 سال داشت. حالا همه دخترانش باردار بودند. مادر شب و روز گریه می کرد و نمی دانست چه کسی این کار را با دخترانش کرده. شکم دخترانش بزرگ شده و علائم بارداری در آنها ظاهر شده بود. مادر به خود می گفت: ما از هم پاشیده ایم و از خود می پرسید چه چیزی در خانهشان دارد اتفاق می افتد. این خانواده در یک خانه قدیمی و بسیار فقیر زندگی می کردند. دخترانش بسیار مذهبی بودند، قرآن می خواندند و در وقتهای نماز به نماز می ایستادند. پدرشان زمانی که آنها کوچک بودند فوت کرده بود و مادرشان با سختی بسیار برای تربیت آنها و آموزش قرآن تلاش می کرد. مادر در خانه‌های ثروتمندان به عنوان خدمتکار کار می‌کرد و غذاهای باقی مانده از ثروتمندان را برای دخترانش می‌آورد تا بخورند. او هیچگاه دستش را به سوی کسی دراز نمی‌کرد. حالا که این اتفاقات افتاده بود، مادر از خود می‌پرسید چه کسی می‌تواند وارد خانه‌شان شود و این کار را با دخترانش انجام دهد و چرا هیچ کس متوجه نشده. یک روز مادر به قاضی رفت تا شکایت کند و او در حال گوش دادن به شکایات مردم بود. مادر که بسیار ناراحت و غمگین بود، وقتی نوبت به او رسید، با حالت از هم پاشیده و چشمان پر از اشک به قاضی گفت: یا سیدی، مصیبتم خیلی بزرگ است. وقتی اطراف خود را نگاه کرد، دید که سالن دادگاه پر از جمعیت است، پس ساکت شد. قاضی از او پرسید: مادر جان، چرا گریه می‌کنی؟ چه چیزی شما را ناراحت کرده؟ مادر جواب داد: ای قاضی، من یک زن سالخورده هستم که شوهرم فوت کرده و 4 دختر دارم. هیچ پسری نداشتم. من در خانه ثروتمندان به عنوان خدمتکار کار می‌کردم تا بتوانم برای دخترانم غذا تهیه کنم و آنها را تغذیه کنم. زندگی ما پر از فقر است. یک روز دختر بزرگم به شدت بیمار شد، طوری که از درد فریاد می‌زد و به شدت ناله می‌کرد. او را پیش پزشک بردم و پزشک گفت که دخترم باردار است. از شنیدن این خبر شوکه شدم و احساس کردم که دارم غش می‌کنم. دختر من که هنوز ازدواج نکرده بود، حالا باردار است. او را به خانه بردم و شدیداً او را کتک زدم. دخترم گریه می‌کرد و می‌گفت: مادر، من هیچ کاری نکردم. من از خدا می‌ترسم و نمی‌دانم این بچه چطور وارد بدنم شده. چند روز بعد دختر کوچکترم شروع به گریه و ناله کرد و از درد شکمش رنج می‌برد. او را نیز به پیش پزشک بردم و پزشک گفت که دخترم هم باردار است. همانطور که با دختر بزرگترم رفتار کردم، با دختر کوچکم هم همین برخورد کردم و دوباره او را کتک زدم.
چند روز بعد همین اتفاق برای دختر سوم و بعد برای دختر چهارمم که فقط 15 سال داشت اتفاق افتاد. حالا همه دخترانم باردار شده بودند. شکمهایشان بزرگ شده و علائم بارداری در آنها پیدا است. این خیلی برایم دردناکه. من نمیفهمیدم چه کسی این کار را به دخترانم کرده و چرا هیچ کس متوجه نشده. دخترانم حالا تمام وقت به فکر خودکشی هستند و از شدت شرمندگی به خود آسیب میزنند. قاضی که بسیار متعجب و حیرت زده شده بود با خودش فکر میکرد که چه کسی میتواند وارد خانه این زن شود و چنین کاری را با دخترانش بکند و چطور هیچ کس متوجه نشده. مادر ادامه داد: میخواهم بدانم که چه کسی این بلا را بر سر دخترانم آورده و زندگی آنها را نابود کرده. قاضی با توجه به صحبت‌های مادر گفت: مادر جان، حالا به خانه‌ات برو. من خودم این مشکل را حل می‌کنم و به دنبال کسی که این کار را کرده می‌گردم. مادر در حالی که غمگین و ساکت بود به خانه برگشت. وقتی وارد خانه شد دید که دخترانش همه در حال گریه هستند و او نمی‌دانست چه باید بکند. قاضی هم در فکر بود که چگونه می‌تواند این معما را حل کند. پس تصمیم گرفت که نیروهای خود را به خانه مادر بفرستد تا خانه‌اش را زیر نظر بگیرند و مراقب باشند. هیچ کس از ورود و خروج مردی که هر شب به خانه آن مادر فقیر می آمد اطلاعی نداشت. او شبها کیسه‌ای پر از غذا را جلوی در خانه می‌گذاشت و سپس به سمت جنگل می‌رفت. مادر پیر بعد از اینکه مرد می‌رفت کیسه را برمی‌داشت و در را می‌بست. سربازان قاضی این را به او گزارش دادند. قاضی دستور داد که آن مرد را بگیرند و به محاکمه ببرند. قاضی در دلش فکر می‌کرد که شاید مردی که این غذاها را می‌برد در آنها چیزی می‌ریزد که شبها بتواند وارد خانه شود و هیچ کس متوجه نشود. مرد فقیر در واقع فردی بود که در خانه‌ای قدیمی در همان روستا زندگی می‌کرد و هیچ گونه شغل ثابتی نداشت. شوهر آن زن فقیر زمانی که زنده بود به او لطف داشت و وقتی او فوت کرد مرد فقیر تصمیم گرفت تا با عمل نیکو از لطف او قدردانی کند. او روزها چوب جمع می‌کرد و به بازار می‌برد تا بفروشد و با پولش غذا می‌خرید. سپس هر شب غذای باقی مانده را جلوی در خانه آن زن فقیر می‌گذاشت تا به او و دخترانش کمک کند. این کار را مدت‌ها انجام داد تا اینکه بالاخره دستگیر شد و به قاضی برده شد. قاضی از او پرسید: هر روز چه چیزی جلوی در خانه آن زن می‌گذاری؟ مرد فقیر جواب داد: بگذارید، من را راحت بگذارید و دست از دخالت در کار خدا بردارید. من مردی فقیر هستم که در خانه‌ای تنها زندگی می‌کنم. بچه‌هایم پس از ازدواج مرا ترک کردند و هیچ کس از من خبر نمی‌گیرد. من هیچ پولی ندارم. شوهر آن زن فقیر همیشه به من لطف داشت و غذا به من می‌آورد. وقتی او فوت کرد، تصمیم گرفتم که به همسرش و دخترانش کمک کنم. هر روز چوب جمع کردم، به بازار می‌بردم و با پولش غذا می‌خریدم تا به آنها کمک کنم. قاضی از او پرسید: چرا این کار را با دختران آن مرد که به تو لطف داشت انجام دادی؟ مرد فقیر پاسخ داد: به خدا قسم من هیچ کاری با آنها نکردم. قاضی گفت: ولی همه دختران آن زن باردار شدند. سپس قاضی دستور داد که او را در زندان نگه دارند تا فردا حکم اعدام او صادر شود. مرد فقیر از شدت ناراحتی فریاد می‌زد: والله هیچ کاری نکردم. من از خدا می‌ترسم و هیچ چیزی که موجب خشم خدا شود انجام ندادم. قاضی با خود فکر کرد که اگر این مرد راست بگوید پس چه کسی می‌تواند این کار را با دختران آن زن کرده باشد؟ او به خانه آن زن رفت تا با دختران صحبت کند. از هر کدام پرسید: چه کسی وارد خانه تان شده است؟ دختران جواب دادند: هیچ کس وارد خانه ما نشده و هیچ کس این کار ناپسند را با ما نکرده. اما وقتی نزد پزشک رفتیم فهمیدیم که حامله‌ایم. به خدا قسم که هیچ چیز بدی نکردیم. ما زنان مؤمن و شریفی هستیم. درست از فقیریم ولی عفیف هستیم. قاضی دستور داد تا دختران به پزشک دیگری فرستاده شوند و پس از انجام آزمایشات و تصویربرداری‌ها مشخص شد که همه دختران به یک بیماری وراثتی معده دچار هستند که اگر در اسرع وقت تحت عمل جراحی قرار نگیرند جانشان به خطر می‌افتد. مادر از این خبر شوکه شد و پرسید: این بیماری چطور می‌تواند همه دختران را مبتلا کند؟ پزشک جواب داد: این یک بیماری ارثی است و باید فوراً عمل شوند. هزینه عمل هر دختر بسیار بالاست. مادر از شدت ناراحتی به گریه افتاد و فریاد زد:
چطور میتوانم این هزینه را پرداخت کنم؟ من فقیرم و توان کمک به دخترانم را ندارم. او سپس به قاضی مراجعه کرد و از او خواست تا آن مرد را ببخشد و از او تشکر کرد که به او و دخترانش کمک کرده. مادر گفت دخترانم به این بیماری مبتلا شدند و اگر عمل نشوند خواهند مرد. مرد فقیر در جواب گفت نگران نباشید، من تمام هزینه‌های عمل را پرداخت می‌کنم. شاید خدا خواسته که من به شما کمک کنم تا دخترانتان را نجات دهم. قاضی که از صحبت‌های مرد شگفت زده شده بود از او پرسید چطور ممکن است این عمل هزینه زیادی داشته باشد و تو بتوانی آن را بپردازی؟ مرد فقیر پاسخ داد من ثروت زیادی دارم که تمام عمرم جمع کردم تا آینده فرزندانم تأمین شود. اما وقتی آنها مرا ترک کردند تصمیم گرفتم که این ثروت را به فقرا بدهم و هیچ چیز به فرزندانم نرسد. پس از آن دختران به اتاق عمل رفتند و تحت جراحی قرار گرفتند و به لطف خدا بهبود یافتند. حالا زندگی آنها بهتر از قبل شده بود. مادر همچنان شب و روز از شدت شادی گریه می‌کرد و گفت خداوند این تقدیم را برای ما رقم زد تا دخترانم قبل از رسیدن به مرحله خطرناک درمان شوند. مرد فقیر گفت نگران نباشید، ممکن است به نظر شما اتفاقات بدی بیفتد، اما همه اینها در دست خداوند است و شاید در ظاهر بد ولی در حقیقت خیر بزرگی برای شما باشد. این مرد با اینکه فرزندانش او را ترک کرده بودند تصمیم گرفت تا در دنیای فقر رنجی را که برای کمک به آن زن و دخترانش کشید تحمل کند و ثروتش را در راه خدا و فقرا بگذارد و در نهایت همه به زندگی بهتری دست پیدا کردند.